سلام نوکرم صبح بخیر حالا زور شده بعدتن چونه؟ با پرسید که من بگیم چه آرزویی داری؟ خسته چه آرزویی داری؟ آقا استفاش کنید آقا استفاش کنید یعنی هیچ آرزویی تو نداری؟ اولش بگم چی؟ هیچ آرزویی تو بگو من این آرزو هر آرزویی آرزو همچین که آرزو که نشی باش یکم دروغ بود بلدم چه یک سال گذشت بگو دیگه بگم یک سال گذشت آرزو میکنم که مدیر و معاون خوب معاون آقای اسکرینالش و بعدی آقای یونسی و مدیر خانم نظر انشالله 100 سال زنده باشن و معلم عزیز خانم سرکار خانم رجبی که انشالله 100 سال آرزو کن من آرزو میکنم دکتر بزرگ شد وارد مدرسه بره آرزو دارم مهندس شم مهندس ساختمون آرزو دارم نرده آخرین مدل دیپلم باشم آرزو دارم کل مریضان شفا پیدا کنم پدر و مادرم در سلامتی باشن آرزو دارم رونالدو رو ببینم برم کشورهای خارجی رو ببینم فوتبالیست خوبی بشم تو تیم ملی بازی کنم پولدار بشم آرزویی داری؟ آرزو دارم معلم بشم به بچه ها درس بدم باید کردی اما آقا یه بار دیگه میشه بگیری بگو داری من آرزو دارم دروازه‌بان رئال بشم و برم بسم الله الرحمن الرحیم شما جاوری هستم آرزوی من اینه که یه بیت باکسر موفق بشم چی؟ هیچ باکسر چی باشه؟ داری میزنی یه تیکه بزن گونه مادر بزرگه آرزوی بعدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم من آرزو اینه که بازی رونالدو رو از نزدیک ببینم سلام بسم الله الرحمن الرحیم من مسئول هدایی هستم من میخوام بهترین کالا پلیر بشم و یوتیوبر و دوست دارم پولدار بشم ویلا ماشین و یا اگه مثلا یوتیوبر نشدم فوتبالیست بشم و خب من مرتضی قدیری هستم از مدرسه امیرالمومنین کلاس آقای گرامی آرزو دارم که همه مریضا خوب شن همه امتحانا 20 بشن پدر مادر سلامتی داشته باشن و چه آرزویی داری؟ آرزو دارم سوسی نیستی آرزو دارم اما حالا نمیگیرم من نمیتونم